خو یک گپ میزنم، انشاءالله ملت به مثل سابق خو برده نیست، ملت به مثل سابق دنبال روام نیست، ملت به مثل سابق اینقدر غافل هم نیست. الحمدلله ما در مجتمع خود جوانان بیدار داریم، ملت بیدار داریم. ای جنگا و ای فرازنشی به انقلابا ما را بسیار آموخته. ما امروز گل نمیخوریم. الحمدلله اینقدر توجه و اقبال مردم ما طرف دین، طرف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده که هیچ حد نداره. از امو خاطر دشمن سخت وار خطاست که ما چی اهداف داریم ولی ملت به کدام طرف روان است. و ملا صاحب محترم،